سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیو جدید از چنل رضا تی دی ام. امروز اومدیم براتون با یه روش رفع ارور پابجی موبایل و یه روشی که پینگ و ریجستر همتون رو خوب کنه، بازیتون بدون لگ باشه و اصلا حتی یه ذره لگ نداشته باشین. خب بریم سراغ روشش. اول از همه لایک و ساب یادت نره و یه کامنت قشنگ برام بذار که بهم خیلی انرژی میده. نزدیک 300 نفری شدنمون هستیم و بزن بریم سراغ ویدیو. Let's go. بچه ها میبینین که من دارم اشتیار پلی میدم و لگم هم کمتر شده و ریجسترم هم خیلی افزایش یافته. ببخشید یکم صدام گرفته چون من امروز حالم خوب نیست و گفتم ویدیو رو بگیرم بدقولی نکنم بهتون. بچه ها ویدیو رو کات میکنم که زیاد طولانیش نکنیم. آخر ویدیو هم آموزشش رو براتون میذارم که چطوری همچین پینگ و ریجستری رو داشته باشین. پینگم 48-52 تا 80 میره، بیشتر نمیشه و ریجسترش هم خیلی گاده. حتما از دست ندین. لایک و سابم که یادتون نره دیگه. دمتون گرم. خب من دیگه زیاد حرف نمیزنم، یکم صدا هم گرفته. بریم سراغ ویدیو رو نگاه کنیم و لذت ببریم. آخرش هم آموزشش هم گذاشتم که از دست ندین و ریجستر گادی بگیریم. خب بریم یه ست بزنیم بهش ببینیم میخوره یا نه. 1 2 3 بنازم چی خورد. چی خورد بنازم حاجی. حاجی جان من نزن وایسا نزن یا ای دهنت.
حاجی اینجا حال میده یه 2 هد 3 هدی بزنم. وایسا ببینم میتونم. اوه 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 یا خدا چی خورد. And the blue team is in the lead. Cover me. Killing spree for the blue team. Doesn't have a lot of time left. بچه ها ناموسن دارم یه ویدیو گاد براتون میگیرم. حمایت یادتون نره ها. از بین کامنت هم قرعه کشی یوتی داریم یادتون نره. حتما کامنت بذارید که داخل قرعه کشی شرکت کنید. خب ما اینجا به 3 تا برنامه احتیاج داریم که یکیش تلگرام، یکیش پابجی، یکیش هم وایرگارده. اینجا وارد تلگرام میشیم. بعدش چنل خودم که رضا تی دی ام هست و باز میکنم. لینکش هم داخل کامنت اول یا همون دیسکریپشن هم هست. میتونین بگیرین وارد چنل بشین. من هر روز توی چنل تلگرام یه دونه وایرگارد قرار میدم که همه بچه ها میتونن ازش استفاده کنن. امروز هم یکی قرار دادم. خب اینو ذخیره در دانلود ها میزنیم. بعدش میایم داخل برنامه وایرگارد. از اینجا import from file رو میزنیم. بعدش از جستجوش یا همون سرچش
رضا می نویسیم، بعدش TDM رضا میاره، اونو میزنیم، بعد اینجا میاد، بعد روشن میکنیم و میریم داخل گیم.